سلام دوستان، من سروش هستم و این اولین ویدیو چنلمه و امروز اومدم که کار کردن تو کافه رو بهتون نشون بدم که چجوریه. خودم مدت زیادی نیست کار میکنم، یه چند ماهیه، ولی خب میخوام درباره کار کردم و اینکه چه اذیتایی داره چه خوبیایی داره رو بهتون بگم. اولین مشتری داره میاد و چجوری باید بیرونه واسه چیز نمیشه دونه برگردن. چنه اسکی میشه. خب الان یه مشتری داره میاد و بریم که آماده بشین، خوش آمدگویی کنیم اول و بعد سفارش بگیریم. بریم. خیلی خوش اومدید، در خدمتم. شب‌های مسکو. بله. با چای. بله، امر دیگه؟ یه زیر سیگاری. بله، چشم. کنم. اولین سفارش رو گرفتیم. بریم برای انجام دادن سفارش. اینم یه مسکو برداریم. آموزش قلیون زدن هم هستی یا آرام باید. اول همه این سریع شما باز میکنید فویلش رو، بعد آره خالیش میکنی کامل، خالیش میکنی کامل. بعد اینجا کجا نگهتی نشون چه غلطی میکنم. بعد اینجا با سیم ظرفشویی کامل میشوری، شوش نمیداری. خب یه لحظه من اینو خاموش کنم. این دستگاه برای حرارت دادن زمین پخته شدن زغال رو بگیر. زغال باید آماده باشه. الان نه گوشه نسوزونی نداری. بعد تنباکو باید از این زیر حالا پیدا کنیم اول. هر تنباکو که میگیری یه حالت چند تا چوب شاید داخلش داشته باشه. با قیچی میتونید این چوبا رو حالا باز کنید یا اصلا اینا رو هم باز کنید که پخشه. شما زغال میذاری روش خوب کام بده. مرحله بعدی هم اینه که باید سوزن این سوراخ‌های سوراخ گشایی کنیم. آره سوراخ گشایی کنیم که وایسا من ببینم. آها که قلیون هوا بکشه. این داشو در میاری نکن آقا. چرا میخواه بابا چرا میخواه. A few moments later. خب باید بیا دوباره برگردیم. بیا داریم بعدش این کاری کردیم فولو دوباره میذاریم روش و بعد مرحله بعدی اینه که آبشو عوض کنیم. میتونید عوض نکنید ولی خب عوض کردنش بهتر از اینه که عوض نکنید. و بعد با خیرچه یا هر چیش میگن تمیز کنید. برای اینکه تمیز کردیم یه بار دیگه خالی میکنیم. نظافت خوار مادر الان بعد برای مشتریش ارزش قائل باشه. این برای ارزش رو قیافه موج میدیم. اکثر قلیونایی هم شما میگیری اینجا یه حالتی داره که نشون بده تا کجا باید آب بریزی. این تزیینی نیست فقط. نشون میده شما آباشو رو اینه شیرم میزنه. این آب اوکیه و بعدش میذاری روش. چرا همه دارن میاد؟
میذاریم و بعد اینم برمیداریم و آخه بخشی بریم بالا. مشتری حساب کنیم. آقا قابلتون نداره مهمون باشید. تشریف کنم. تخته چند بود جسارتم؟ یکی میزی و یه تخته 5 بود. ها قابلتون نخواهم مهمون باشید. آره زدی بودی برم رمزتون 1404 بله بفرمایید. خیلی خوش اومدین. خدا بهتون برکت بده. بفرمایید. خدا نگهدارتون باشه. بعد از اینکه حساب کردیم حالا اینجوری که نه، ولی خب حالا روند کار ما اینه که ما فاکتور میچسبونیم اینجا. الان با دست من نمیدونم چیزی بچسبونم، تلاشمو میکنم. برو. آها این شدیش. ای زدی چسبی؟ نچسبی دیگه. چسب چسب اینو چسب دیگه. چسبی؟ نچسبی دیگه. یک بار دیگه تلاش میکنیم. این سری دیگه. ای بابا. آره به زور بلو دست چسبوندم. مشتری جدید داره میاد یا نه یا من چرا رفتی؟ اولت چرخ یه سری شایعاتی هست و یه سری شایعاتی هست، یعنی خیلی تو اینستاگرام میگن که کار تو کافه اگر جوونید نکنید. چرا اینجوری گفت؟ اگر جوونید تو کافه کار نکنید. تو کافه و رستوران کلا جایی که خدمات میدن با مردم در ارتباطی شما مستقیم، میگن که غرورتو باید زیر پات بذاری، چه میدونم کوچیک کنی خودتو. راست میگن تا حدی که نه، واقعا راست. توی رستوران اگر میخوای شما واقعا پول در بیاری، واقعا به سود برسی، باید به حرف مشتری گوش کنی. مشتری میگه آقا غذات فلانه، تو باید گوش کنی، بگی چشم من عذر میخوام، معذرت خواهی کنی چند بار. مشتری ممکنه خیلی اوقات پیش بیاد که باید بد رفتار کنه، مثلا به هیچ جات هم حسابش نکنه، به هیچ جاش هم حسابت نکنه. میونه کلمه وایسا این جوکر بگم. این پسره میره خواستگاری یه دختره، میگه که من زن تو چی نه بعد میگه که حاضری براش همه کار بکنی؟ میگه بله. میگه راسته؟ میگه بله حرفم راسته. میگه نه راسته یا راسته؟ چرت و پرت. چرا انقدر رفتی پایین؟ بیا بالا. از جوک چرت و پرت ایشون که بگذریم، اگر واقعا جوونید و میخواید برید توی رستوران یا کافه کار کنید که همش یعنی غریبن، مثلا آشنا ندارید، مثلا یه سری هستن مدیر کافه آشنا شما، مثلا کار نکنید به نظر من. ولی خیلی قدرت ارتباطاتتون میره بالا، بعد کانکشنتون زیاد میشه، با آدمای آشنا میشید که ممکنه بعداً به دردتون بخورن. طرف توی کاری باشه و شما به اون نیاز پیدا کنید. خیلی اتفاقای خوبی هم میتونه بیفته. یعنی فقط اینطوری نیست که بدی داشته باشه، آره، ولی واقعا اعصابتون خورد میشه. اگر بتونید تحمل کنید، واقعا خیلی چیزای خوبی هم گیرتون میاد. حالا برای چی میخندی عزیزم؟ حرف خنده دارم الان کجاش بود؟ الان ببین کجاش خنده دار بود. بریم برای مشتری چای بریزیم. جانم دارم ویدیو میگیرم. ویدیو دارم میگم بازم یوتیوب. سینه دارم میگیرم. نزدیکتر باشم. تو چون چایی پرست نظافت اینجا فراره. بریم
آبش از دو طرف میاد. از شما شروع کردیم. حتی اگر نمیدونیم وارمر چیه، منم بار اول نمیدونستم وارمر اینه. میشه از همه جا آدرسو رسه. نگفتی به بچه ها؟ نه بریم برای گل بریزید رو عروس دومان، یار مبارک باد مبارک. از اونجایی که مشتری نیست ما اومدیم اینجا میزا رو تمیز داریم. فیلم بردارم که هیچ زحمتی نمیشه. چه گویی خب بخورم. وظیفه شون هم سال تو تمیز کردن که فکر نکنم آموزش داشته باشه. قشنگ تمیز کنی که مشتری نشست کیف کنه. ببین آینه، بابا نی البته برای نسبت آینه. خب دوستان به پایان این ویدیو رسیدیم و ویدیو بلندی نبود ولی سعی کردم تا جایی که میشه مناسب باشه تایمش، یعنی نه کوتاه باشه نه بلند زیاد. اولین ویدیو هم بود دیگه، حالا مشکلی داشت اینا ببخشید، عذر میخوام. خلاصه که تو کافه دوست داشتید کار کنید، دوست داشتید هم کار نکنید. حالا کافه به نظر من باریستا بودن خیلی کیف میده، من خودم دوست دارم، واقعا حال میده قهوه زدن برای مردم. حالا این باره هستن تو خارج که میشینی جلوی بار با مردم حرف میزنی، براشون چیز میریزی. آره اونا خیلی کیف میده ولی اینجا زیاد. مرسی از اینکه این ویدیو رو تماشا کردید و کاری نکن. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید و تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.